به انگلیسی بگو دیروز خونه بودی. خب خونه که میشه home. حالا بودی رو چجوری بگم؟ از کدوم استفاده کنم؟ were you home یا did you home؟ بالاخره کدوم رو کجا استفاده کنم؟ ببین یه راز مکالمه میگم، اگه یادش بگیری خیلی جا کارت راه میندازه. توی جملات گذشته وقتی که سوال داری، اگر آخر سوالت بودی داشتی از were you استفاده کن. اگر آخر سوالت ای داشتی از did you استفاده کن. یعنی چی؟ ببین مثلا اینجا رو نگاه کن، خونه بودی، ببین بودی داره، از were you استفاده کن. were you home؟ عصبانی بودی، were you angry؟ سر کار بودی، were you at work؟ حالا اینجا رو نگاه کن، رفتی آخرش ای داره، اینجا از did you استفاده کن. did you go؟ خوردی، did you eat؟ درس خوندی، did you study؟ حالا این یکی تو برام کامنت کن، خوشحال بودی از کدوم یکی باید استفاده کنیم؟